به برنامه درمان با آیورویدا خوش آمده. امید است که همه‌تان جور و سرحال باشید و موضوعی را که میخوایم امروز به شما تشریح بکنم درباره دوای ایزیتری تاینوین می باشد. پس بیایید که ویدیو امروز خود را بدون کدام تأخیری شروع بکنیم. قسم به شما پیشتر هم گفتم ویدیویی را که امروز به شما آماده ساختیم درباره دوای ایزوتری تاینوین می باشد. یعنی در ویدیو امروز ما که از درباره دوای ایزوتری تاینوین ما بحث میکنیم. این دوا اه، چی مزایایی را و چی کاربردهایی را در طبابت دارا می باشد. پس بیایید که ویدیو امروز خود را با تفصیلات و تشریحات بیشتر بیان بکنیم. گفته شده است همین دوای ایزوترو تاینوین که است یک دوای قوی است مثل مشتقات ویتامین ای که به نام ریتینوئید ها نیز یاد می باشد که بیشتر گفته برای درمان جوش ها یا اکنه های شدید به کار می رود. یعنی می دوای ایزوتری تاینوین که است یک از جمله مشتقات ویتامین ای می باشد که ویتامین ای را ما قسم می دانیم یکی از ویتامین های منحل در شحم می باشد که برای صحت و سلامتی بدن خیلی مهم اساسی می باشد. پس این دوای ایزوتری تاینوین هم گفته شده است که یکی از مشتقات ویتامین ای می باشد که بیشتر برای درمان جوش های شدید به کار می رود. یعنی هنگامی که در بدن ما جوش ها تشکیل می شود یا ایجاد می شود، پس برای درمان همون جوش ها یا دانه ها در بدن ما از دوای ایزیتریوناین استفاده میکنیم. گفته شده است که امی دوای ایزیتریوناین که زمان تجویز می شود که سایر روش های درمانی مانند آنتی بیوتیک های خوراکی، داروهای مغزی و حتی هورمون های درمانی نتوانند نتیجه مطلوب بدهند. یعنی می دوای ایزیترینوئین ما چی وقت استفاده میکنیم؟ گفتی هنگامی توسط دکتر توصیه یا تجویز می شود که دیگر روش های درمانی مانند مثلا آنتی بیوتیک ها، دواهای موضعی و تا هورمون ها گفتن نتواند نتیجه مطلوب بدهد. یعنی در قدم نخست قسم ما می‌داریم هنگامی که یک فرد و جوش ها یا دانه ها مبتلا می شود یا بدنش تشکیل می شود، ما در قدم نخست به او آنتی بیوتیک ها یا دیگر دواهای موضعی را توصیه و تجویز میکنیم. اما هنگامی گفتم این آنتی بیوتیک ها یا دیگر دواهای موضعی نتونه نتیجه مطلوب بدهد یا جوشا رو نتونه از بدن دور بکنه، پس دو هنگام است که ما از دوای ایزیتریناینوین استفاده میکنیم که توسط از ما میتونیم جوشا را که در نقاط مختلف بدن و در ناحیه صورت تشکیل میشود تداوی و درمان بکنیم. گفته شده است که می دوای ایزیتروتیناین که می باشد با کاهش اندازه و فعالیت غدوات چربی پوست و همچنین با کاهش التهاب باعث بهبود تدریجی جوش ها و جلوگیری از ایجاد دانه ها و کیست های جدید می شود. یعنی می دوای ایزیتروتیناین که است این تعداد و همچنین فعالیت غدوات چربی پوست هم کاهش می‌دهد و همچنین گفته التهاب در بدن نیز کاهش می‌دهد که به همین ترتیب گفته باعث بهبود تدریجی جوش‌ها و جلوگیری از ایجاد دانه‌ها و سیست‌ها در بدن می‌شود. یعنی دوای ایزوترونامین که است این تعداد و کارکردهای غدوات چربی که در پوست موجود میباشد اونها را کاهش میدهد. پس ما می‌دانیم در پوست بدن که میباشد غدوات شحمی یا غدوات چربی وجود دارند که پوست بدن یعنی مرطوب نگهداری میکنن. اما این دوای ایزیتروتاینمین که همین اندازه و فعالیت مقدمات چربی که در پوست موجود هستند فعالیت او را کاهش میدهد. همچنان گفته التهاب نیز در ناحیه کاهش میدهد که از این طریق گفته همون جوش هایی که در بدن تشکیل میشه و او را بهبود میدهد یا به میکانیزم یا به این روش که جوش ها را از بدن دور میکنه. خب فعلا بیایید که تاریخچه می دوای ایزیتروتاینمین مورد بحث یا مورد مطالعه قرار بدهیم. یعنی بدانیم باور این بار در کدام سال و در کجا این مورد استفاده قرار گرفت. گفته شده است که دوای ایزوتروتاینامین که از دهه 1970 میلادی توسط شرکت‌های داروسازی به عنوان یک داروی بالقوه برای سرطان پوست مطالعه شد. یعنی برای اولین بار اگه ببینیم دوای ایزوتروتاینامین که از دهه 1970 میلادی توسط شرکت‌های داروسازی به عنوان یک دوای قوی بر سرطان پوست مطالعه شد. یعنی وقتی که این دوا را یا محتویات این دوا را شرکت‌های داروسازی مورد ارزیابی و بررسی قرار میدادن یا سرش کار میکردن متوجه شدن که یک داروی قوی است ما میتونیم این را برای درمان سرطان های پوستی استفاده بکنیم. گفته شده است که اما در جریان می تحقیقاتشان اثر قوی آن بر درمان اکنه یا جوشها کشف شد و در سال 1982 میلادی گفته با نام تجاری اکوتین توسط سازمان غذا و داروی امریکا گفتم تایید شد. یعنی گفته هنگامی که
شرکت های دواسازی و دانشمندا بالا می دوای ایزوتروتاینامین تحقیقات انجام میدادن. گفته یافتن که اثر قوی برای درمان جوش یا اکنه دارد. یعنی هنگامی که ما این استفاده میکنیم جوش هایی که در بدن تشکیل میشه و بهبود می‌یابد که اما اثرش گفتم در جریان تحقیقات دریافت کردن دانشمندا. با گفته در سال 1982 میلادی که بود، می دوای ایزوتریتاینامین که است با نام تجارتی یا با برند اکوتین توسط سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شد. یعنی در سال 1982 میلادی سازمان غذا و داروی آمریکا با نام Food and Drug Administration یاد می شود که به شکل خلاصه اختصار به نام FDA یاد می شود. گفته توسط امی سازمان که است به نام تجارتی اکوتین امی دوای ایزوتریتاینامین شناخته شد. گفته شده است که از آن زمان تا اکنون این دوا کس به یکی از موثرترین دواها برای درمان اکنه یا جوشهای سیستیک و نودولار تبدیل شده است. یعنی بعد از اینکه در سال 1982 میلادی در سازمان دوا و غذای آمریکایی را تحت عنوان نام اکونتین مورد تایید قرار داد، از همون زمان گفته و بعد که از این دوا که به یکی از موثرترین دواها برای درمان جوشهای کیستیک که به نام انگلیسی برای سیستیک میگن و جوشهای نودولار می باشد تبدیل شده است. یعنی از همون زمان به بعد که از برای درمان جوشهایی که در بدن تشکیل می شود از این دوای ایزوتروپاینوین در سرتاسر جهان استفاده می شود. چی جوشهای سیستیک که باشن که آنها شامل سیست ها می باشن و چی جوشهای باشن که نودولار می باشن، یعنی به شکل حفره یا نودول در بدن تشکیل می شود. یعنی خلاصه از اون زمان به بعد که از این دوای ایزوتروپاینوین برای درمان جوشها مورد استفاده قرار گرفت. گفته شده است که با وجود کارایی بالای همین دوای ایزوتروناینین، مصرف ایزوتروناینین که از به دلیل خطرات جدی، عوارض جانبی و دقت کنترل و تحت نظر پزشک انجام می شود. یعنی با وجود که کارایی های همین دوای ایزوتروناینین که از بالا می باشد، یعنی هنگامی که استفاده میکنیم خیلی سریع و خیلی با خوبی و آسانی جوش ها را و آکنه ها را از بدن دور میکند. اما گفته به دلیل از اینکه عوارض جانبی از این که است نیز خطرات جدی را به دنبال دارا می باشد. یعنی هنگامی که ما استفاده میکنیم عوارض جانبی یا اثرات منفی نیز در بدن دارا می باشد که خطرات جدی را بر صحت ما دارا می باشد. از این خاطر گفته استفاده این دوای ایزوتروناینین که به دقت کنترل میشه و تحت نظر پزشک انجام می شود. یعنی هنگامی که ما این دوا را استفاده میکنیم باید مشوره پزشک یا دکتر را داشته باشیم، به خاطر خود سرانه این دوا را استفاده نکنیم، چون گفته عوارض جانبی جدی را در قبال داشته می باشد. خب فعلا باید درباره ترکیب و ساختار کیمیایی امین دوای ایزوتریتاینامین صحبت بکنیم، یعنی بدانیم که از کدام عناصر ساخته شده است و ترکیب کیمیایی از این چی است. اگر درباره فرمول کیمیایی این دوای ایزوتریتاینامین صحبت بکنیم، گفته شده است فرمول کیمیایی از این است. در فرمول کیمیاییش 20 اتم کربن می باشد، 28 اتم هیدروژن و 2 مولکول اکسیژن می باشد. یعنی در ترکیب کیمیایی یا از کدام عناصر امین دوای ایزوتریتاینامین ساخته شده است؟ از ترکیب سه عنصر ساخته شده است که عبارت است عنصر کربن می باشد، هیدروژن و اکسیژن می باشد. یعنی در ترکیب دوای ایزوتریتاینامین سه عنصر شامل می باشد که عبارت از کربن، هیدروژن و اکسیژن می باشد. خب فعلا بیاید درباره شکل ظاهری می دوای ایزوتریتاینامین صحبت بکنیم، یعنی به کدام شکل می باشد می دوا موجود می باشد. گفته شده است که می دوای ایزوتریتاینامین که معمولا به شکل کپسول های ژلاتینی نرم در دوزهای مختلف، یعنی 10 میلی گرم، 20 میلی گرم، 30 میلی گرم و 40 میلی گرم موجود می باشد. یعنی اگر ما در بازار یا دواخانه ها ببینیم دوای ایزوتریتاینامین که به شکل کپسول موجود می باشد، کپسول های ژلاتینی نرم می باشد که در دوزهای مختلف، یعنی مثل کپسول های 10 میلی گرمش هم موجود است، 20 میلی گرمش هم موجود می باشد، 30 میلی گرم و 40 میلی گرمش هم نیز در بازار یا در دواخانه ها موجود می باشد. و در این صورت قسم که اصلا میتونیم این کپسول های دوای ایزوتریتاینامین هم مشاهده بکنیم که دیگه نشان داده که کپسول های 10 میلی گرمش هم نیز موجود می باشد، نشان داده شد. همچنین کپسول های 20 میلی گرمش هم نیز موجود می باشد و کپسول های 30 میلی گرمه دوای ایزوتریتاینامین نیز موجود می باشد و همچنین کپسول های 40 میلی گرمش نیز موجود می باشد. که یعنی نشان ما قسم اسلاید قبلی مطالعه کردیم که یعنی در بازار یا دواخانه ها که به شکل کپسول ها موجود می باشد که چه کپسول های 10 میلی گرمه، 20 میلی گرمه، 30 میلی گرمه و حتی 40 میلی گرمش هم نیز در دسترس می باشد. خب فعلا بیاید درباره مکانیزم عمل می دوای ایزوتریتاینامین صحبت بکنیم، یعنی بدانیم که ما گفتیم که دوای ایزوتریتاینامین گاز برای درمان جوشات به کار می رود. فعلا بدانیم که مکانیزم عمل می چگونه است، یعنی با کدام روش و کدام شیوه ها همین دوا که جوش ها را از بدن دور می کند. گفته شده است که می دوای ایزوتریتاینامین که با چندین مسیر در جریان اکنت اثر میگذارد. یعنی دوای ایزوتریتاینامین که
با استفاده و توسط چندین روش و مکانیزم که است بر روی جوش های آگنه ها اثرات خود میگذارد که هر کدامش مورد بررسی قرار میده. اولش که از کاهش ترشح چربی پوست یا سابون. قسمی که در اسلاید قبلی هم بر شما گفتم که دوای ایزوتروتونین که است ترشح چربی را که از توسط غدوات چربی پوست صورت میگیرد او را کاهش میدهد که به همین طریق هم کوشش میکند باعث میشه که جوشهایی که در بدن تشکیل شده زودتر التیام یا بهبود یابند و جوشها از بدن دور شوند. که گفته شده است که می‌دوای ایزوتروتایمین که از باعث کوچک شدن غدوات سباسا و کاهش فعالیت آنها می شود. یعنی در بدن ما در ناحیه پوست غدوات چربی یا غدوات شحمی که موجود می باشد، همین دوای ایزوتروتایمین باعث می شود که این غدوات کوچکتر شوند و فعالیتشان هم نیز کاهش می دهد. و هنگامی که ترشح چربی در بدن کاهش یافت در ناحیه پوست، طبعا که جوشها و آگنه‌هایی که نیز در بدن تشکیل شده و التیام یا بهبود می‌یابند. دومش که از کاهش انسداد منافذ پوست، یعنی انسداد یا بندشایی که در منافذ پوست می باشد او را هم نیز به دوای ایزوتروتونین کاهش میدهد که از این طریق جوش ها را درمان می‌کند. گفته شده است که دوای ایزوتروتونین که باعث کاهش تولید کراتین در سلول های پوست می شود که این عمل مانع از انسداد فولیکل های مو می گردد. یعنی دوای ایزوتروتونین که تولید کراتین در پوست گاز کاهش میدهد، یعنی نمیگذارد که دوای امی کراتین که یا یکی از مشتقات ویتامین ای می باشد این نمیماند که به مقدار بیشتر ترشح یا تولید شود که همین عمل که گفته جلوگیری میکنه از انسداد یا بندش فولیکل های مو می باشد. یعنی هنگامی که ما میدونیم فولیکل های مو هنگامی که درش انسداد یا بندش تولید میشه، پس دو هنگام است که در بدن ما جوش های یا اکمه های مختلف تشکیل می شود. اما چون دوای ایزوتروتونین که گفتم از انسداد یا از بندش فولیکل های مو جلوگیری میکند و می ترتیب است که جوش هایی که در بدن تشکیل می شود او را می‌دهد یا از بدن دور میکند. همچنین دوا ایزوتروتونین که هستون که ضد التهاب قوی می باشد، از این در طریق هم نیز برای درمان جوش های آکنه ها میپردازد. گفته شده است که این دوا که است التهاب پوست را کم کرده و قرمزی و تورم جوشها را کاهش میدهد. یعنی قسم ما می‌دانیم التهاب که است هنگامی تشکیل می شود که سیستم دفاعی ما در عکس العمل با یک چیز بیگانه یا اجنبی درش هنگامی که پاسخ عکس العمل میدهد، در اون هنگام التهاب تشکیل می شود که در اون ناحیه تورم و همچنین سرخی را نیز ما مشاهده کرده می‌تونیم. اما گفته شده است که دوای ایزوتروتونین خاصیت ضد التهابی دارد و ضد التهاب قوی هم میباشد. پس این التهاب در ناحیه پوست کم کرده و قرمزی یا سرخی پوست و همچنین تورم گونگی جوش‌ها را کاهش میدهد. کسی طریقا برای درمان یا تداوی یعنی جوش‌ها می‌پردازد. همچنین می‌کند ولی یک ذکر کرده است که توسط یعنی دوای ایزوتروتونین برای درمان جوش‌ها می‌پردازد عبارت از کاهش رشد باکتری آکنه میباشد. یعنی باکتری هایی که در نگهداری آکنه رو کاهش میدهد. از این طریق هم گفتنی برای درمان و تداوی جوش‌ها می‌پردازد. این باکتری ها از انزیم کیوتی باکتری هم نیست میگنش. این باکتری ها میباشد که باعث رشد آکنه ها جوش‌ها دارد میشود. گفته شده است که دوای ایزوتروتونین که با کم شدن چربی پوست محیط رشد باکتری ها را محدود می‌سازد. وقتی ما خواهیم که دوای ایزوتروتونین که هستن چربی پوست کاهش میدهد، یعنی خدوات چربی در پوست وجود دارد و فعالیتش را کاهش میدهد که به همین ترتیب هنگامی که چربی پوست کاهش یافت محیط رشد باکتری ها نیز محدود میشود. یعنی باکتری هایی که در پوست رشد میکنند با چربی ضرورت دارند، بنابراین هنگامی که چربی پوست کاهش یافت و پوست خارج شد، بنابراین گفته شده است که رشد باکتری ها محدود میشود و باعث میشود که آکنه های جوشهایی که بدن تشکیل شده و از بین برود. فعلا بیایید که درباره مواد استعمال دوای ایزوتروتونین صحبت بکنیم. یعنی بدانیم که در درمان کدام بیماری ها در کدام حالات هست که ما میتونیم دوای ایزوتروتونین استفاده بکنیم. گفته شده است که دوای ایزوتروتونین که از عمدتا برای موارد زیر استفاده میشود. یعنی در شرایط و حالتهای ضعیف ما میتونیم دوای ایزوتروتونین استفاده بکنیم. اولش که هستن گفتن جوش‌های سیستیک شدید به مشکل وقتی ما می‌دونیم دوای ایزوتروتونین که در درمان جوش‌ها به کار برد. هیچ جنسی که در میان‌های مختلف جوش‌های آکنه باشد، اون جوش‌های سیستیک دار باشد برای درمان از اون میتونیم از دوا استفاده بکنیم. همچنین آکنه مقاوم و درمان‌های دیگر، یعنی اون جوش‌هایی که توسط درمان‌های دیگر تداوی یا جور نمیشن، بنابراین برای درمان از اون جوش‌ها ما میتونیم از این دوای ایزوتروتونین استفاده بکنیم. همچنان آکنه هایی که همراه با زخم و اسکارپ می باشند، یعنی
آکنه‌های یا جوش‌هایی که همراهشان زخم و اسهال یا نشان نیز موجود میباشد و در درمان طبیعی زوم ما میتونیم از این دوای ایزوپروتئینی استفاده بکنیم. همچنان آکنه‌ها یا جوش‌های نودولار مزمن، یعنی آکنه‌ها یا جوش‌هایی که نودولار میباشند، شامل نودها میباشند، بر تداوی زوم ما میتونیم از این دوای ایزوپروتئینی استفاده بکنیم. و گفته شده است که در بیماری‌های نادر پوستی مانند روزسه شدید و هایدرادنیت چرکی، یعنی بیماری‌هایی که در ناحیه پوست هم نیز تشکیل می‌شود، بر تداوی از آن ما می‌تونیم از این دوا ایزوپروتئین استفاده کنیم که مثال هم داده شده مانند روزسه شدید یا هایدرادنیت چرکی. در این حالت هم که هست یعنی که ما می‌تونیم از این دوای ایزوپروتئین استفاده. خب فعلا بیاید درباره طرز استفاده و دوز می دوای ایزوپروتئین صحبت بکنیم، یعنی بدانیم که با کدام شکل ما باید دوا را استفاده بکنیم و دوز یا مقداری دوا به چی مقدار باید ما استفاده بکنیم تا کسرات مطلوب از زیرا به دست بیاریم. گفته شده است که می دوز دوای ایزوپروتئین که از بسته به وزن بدن، شدت بیماری و پاسخ فرد به درمان تعیین می شود. یعنی دوز یا مقدار میدوای ایزوترینامین که است بستگی به وزن بدن شخص مریض دارد، شدت بیماری و همچنین پاسخ فرد به درمان تعیین می شود. یعنی این همش فاکتورهای عاملهایی هست که توسط از این ما میتونیم دوز یا مقدار دوا ایزوترینامین را تعیین بکنیم که یا عبارت از وزن بدن می باشد، شدت بیماری و پاسخ یا عکس العمل بدن فرد به درمان. در اساس از این یعنی ما دوز میدوا را تعیین میکنیم. اگر درباره دوز معمول اولیه صحبت بکنیم، یعنی دوزی که در هر فرد یعنی ما میتونیم مقدار استفاده بکنیم یا بهش توسعه بکنیم چقدر است. گفته عبارت از نیم میلی گرم می باشد که به ازای 1 کیلوگرم وزن بدن در روز داده می شود. یعنی دوز یا مقدار میتوای ایزوپروتئینی که است نیم میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد. یعنی اگر به طور مثال یک شخص وزن بدنش 100 کیلوگرم می باشد، پس دوز یا مقداری دوا که هست برایش 50 میلی گرم می باشد، چون ما گفتیم دوز معمول از این که است نیم میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد. بر اساس از یعنی دوز یا مقداری دوا را ما تعیین کرده می توانیم. و اگر درباره دوز نگهدارنده صحبت بکنیم، گفته شده است عبارت از نیم تا یک میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در روز می باشد. یعنی این دوزهای می باشد که بعد از اینکه ما دوز اولیه یعنی به مریض دادیم خودتون میتونم که چی مقدار دیگر رو دوزها رو به او علاوه بکنیم که گفته شد عبارت از نیم تا یک میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در روز می باشد. و اگر درباره مدت درمان صحبت بکنیم که یعنی برای چقدر مدت ضرورت است ما از این دوا استفاده بکنیم تا بتونیم اثرات مطلوب از زیر حاصل بکنیم. گفتم معمولا مدت درمان با دوای ایزوپروتئین که از 4 تا 6 ماه می باشد، ولی در موارد شدید ممکن است تا 8 ماه نیز طول بکشد. یعنی به طور معمول که ما از 4 تا 6 ماه دوا را استفاده می‌کنیم و در ظرف 4 تا 6 ماه گفتی اثرات مطلوب خود یعنی بروز می‌دهد. اما در موارد شدید گفتم ممکن است تا 8 ماه تداوی طول بکشد. و یک نکته مهم اشاره کرده که باید در ذهن داشته باشید، گفته شده است که کپسول های ایزوپروتئین که است باید همراه غذا مصرف شوند، چون گفته جذب دوا در حضور چربی افزایش می‌یابد. قسم اگر یادتان باشه در اسلاید قبلی ما براتون گفتم که دوا ایزوپروتئین که از یکی از مشتقات ویتامین A می باشد و شما این مطلب رو اشاره کردم که ویتامین A که از یکی از ویتامین های منحل در شحم می باشد. از این خاطر دیگه گفته شده است که کپسول های ایزوپروتئین که است باید همراه با غذا مصرف شوند، چون که در غذایی که ما استفاده می‌کنیم درش چربی نیز به یک مقدار وجود می داشته باشد. بنابراین گفتم این چربی باعث می شود که جذب دوا افزایش یابد در بدن. بنابراین از این خاطر است که گفته کپسول های ایزوپروتئین ما باید همراه با غذا استفاده بکنیم. خب فعلا بیایید درباره عوارض جانبی میدوای ایزوپروتئین صحبت بکنیم. مثلا یادتان باشه ما در ویدیوهای قبلی هم که درباره دوای دیگه براتون آماده کرده بودم و شما گفتم که هر دوا که هست عوارض جانبی یا اثرات منفی خود دارا میباشه، یعنی هنگامی که یک بیماری رو جور میکند باعث ایجاد دیگر بیماری ها در بدن میشود. اما هدف یک دکتر یا هدف اساسی یک پزشک طبابت چی باشد که عوارض جانبی یا اثرات منفی را به حد اقل برسانید. یاد عوارض جانبی را ما 100% از بین بردن نمیتونیم، اما هدف ما در طبابت این باشد که چگونه ما عوارض جانبی را به حد اقل و کمترین مقدارش برسانیم. که فعلا بیایید همین عوارض جانبی یا اثرات منفی دوای ایزوپروتئین مورد بررسی قرار بده. گفته شده است که دوای ایزوپروتئین که از دلیل اثرات قوی خود ممکن است عوارض ایجاد کند که باید قبل از شروع درمان با بیمار در میان گذاشته شود. یعنی در یعنی دوای ایزوپروتئین که یادتان باشه سال قبلی گفتیم که اثرات خیلی قوی دارد، یعنی در مدت زمان زود بیماری های مختلف از جوش ها را درمان می‌کند. گفته شده چون که اثرات این دوا قوی می باشد بنابراین گفته ممکن است که عوارض یا اثرات منفی را نیز بدن ایجاد بکند که باید گفته قبل از شروع درمان با بیمار در میان گذاشته شود. یعنی قبل از اینکه ما برای دوا برای بیمار می دوا را توصیه بکنیم باید عوارض جانبی یا اثرات منفی را که امکان نشست که از اثر استفاده دوا ایجاد شود باید را با مریض جریان بگذارید و مریض از او با خبر بسازید.
اگر درباره عوارض شایعی صحبت بکنیم، یعنی کدام اثرات منفی از شایعی است که در اکثریت مریضان دیده میشود هنگامی که یک دوا ایزوپروپایژن یعنی استفاده میکنیم. اول فقط که خشکی شدید لب، یعنی در ناحیه لب‌ها که ما خشکی شدید را مشاهده کردن میتونیم هنگامی که یک فرد این دوا را استفاده میکنه، که در انگلیسی رو به نام چیلایتس یاد میکنن، یعنی هنگامی که در ناحیه لب‌ها خشکی شدید ایجاد میشه، او اصطلاح رو به نام چیلایتس یاد میکنن. یعنی هنگامی که التهاب یا خشکی در ناحیه لب‌ها تشکیل میشه به مو اشاره دارد. همچنین خشکی پوست و چشم ها نیز یکی از عوارض جانبی یا اثرات منفی است که دوای ایزوپروتئینامین دارا میباشد. یعنی هنگامی که دوای ایزوپروتئینامین یک فرد استفاده میکند، امکانش هست که در بدنش خشکی پوست و خشکی در ناحیه چشم ها دیده شود. همچنین خون دماغ به دلیل خشکی بینی نیز امکانش هست، چون که ما به شما سلاید قبلی هم گفتم کمی دوای ایزوپروتئینامین که از فعالیت غدوات چربی را در ناحیه پوست کاهش میده، بران باعث خشکی بدن میشود، چه خشکی مو باشد چه خشکی بینی و غیره می باشد. بران چون گفتم خشکی بینی را باعث میشود، از این خاطر خون دماغ یا خون بینی هم نیز یک از عوارض جانبی این دوا می باشد. همچون خارش و پوسته شدن پوست نیز یک از عوارض جانبی از این میباشد، چون که چربی در پوست کاهش میدهد. بنابراین وقتی چربی در بدن کاهش یافت طبعا پوست خشک میشود. هنگامی که پوست خشک شد، خارش و کفیدگی یا پوسته شدن پوست هم مشاهده کرده میتونیم. همچنین درد عضلات و مفاصل نیز ما دیده میتونیم، که چون دارای چربی بدن کاهش می‌یابد، بنابراین در ناحیه عضلات و مفاصل درد ایجاد می‌شود. و ریزش موی موقت نیز ما دیده می‌دانیم که از اثر همین کاهش چربی در بدن گفت ریزش موی هم نیز ایجاد می‌شود، اما موقت نباشد. یعنی تا هنگامی که ما دوا را استفاده می‌کنیم ریزش موی ما دیده می‌تونیم، اما بعد از اینکه دوا را قطع کردیم باز ریزش موی نیز استاد می‌شود. خب فعلا بیایید درباره عوارض کمتر شایع ولی مهم از این صحبت بکنیم. یعنی بعضی عوارض یا اثرات جانبی می باشد که کمتر شایع است، یعنی بسیار کمی از مریضان ما اینو دیده میتونیم، اما یا گفتم مهم می باشد. کدام هستند که افزایش چربی خون می باشد. یعنی امکان از این وجود دارد که چون که ما گفتیم ترشح چربی را دوای ایزوپروتئینامین در پوست کاهش می‌دهد، برای باعث این می‌شود که چربی که از خون افزایش یابد، یعنی وقتی تریگلیسیراید یک نوع چربی ها میباشد یا نوع چربی ها میباشد. این یعنی این عوارض جانبی است که در اکثریت مریضای دیده نمی‌شود، بلکه در تعداد کمی از مریضایی که به دوای ایزوپروتئینامین استفاده می‌کنند دیده می‌شود. یکیش از افزایش چربی خون، دومش که از افزایش انزیم‌های کبدی، یعنی انزیم‌هایی که توسط کبد جگر افراز می‌شود، در اون انزیم‌ها افزایش ایجاد می‌کنند. همچنان تغییرات خلقی در خلق خود شخص می تغییراتی ایجاد می‌کنه، مانند افسردگی، اضطراب و غیره، که عوارض جانبی است که از نظر استفاده دوایی ایزوپروتئینامین امکان تشخیص وجود دارد. همچون گفته شده است که دیگر عوارض جانبی دوای ایزوپروتئینامین که از فرد از مشکلات بینایی می‌باشد که باعث کاهش دید در شب می‌شود. یعنی مشکلات بینایی نیز انواع دارد، یعنی دید شخص بینایی شخص کاهش می‌دهد، خصوصا گفته شده کاهش دید در شب، یعنی باعث ایجاد شب‌کوری می‌شود. خب فعلا بیایید درباره عوارض بسیار جدی صحبت بکنیم. یعنی کدام اثرات عوارض جانبی میباشد که از اثر استفاده من دوای ایزوپروتئینامین تشکیل میشود بسیار جدی هم میباشد، یعنی ضررات و مراقبت شدید دارا میباشد. یک اثر منفی عوارض جانبی خیلی مهم میباشد که دوای ایزوپروتئینامین قدرت وارد برنامه پارادوژنیسیته یاد میشود که وارد از خطر ایجاد ناهمخوانی جانبی میباشد. پارادوژنیسیتی یعنی هنگامی که گفتم این خطر از این میباشد که جنین از او باعث ایجاد سطح شواهد اختلالات به وجود بیارد. گفته شده مصرف میوه‌های زوج‌الرحمی در زمان بارداری یا در زمان حاملگی و شدت ممنوع است، یا باعث نقص شدید مادرزادی میشود. یعنی هنگامی که یک خانم باردار میباشد یا حامله میباشد باید دوا استفاده نکند، چون باعث نقص شدید مادرزادی میشود. یعنی هنگامی که استفاده کنیم یا امکاناتی است که جنین ست شود یا جنین هنگامی که تولد میشود با گرفتنش مشکلات یا بیماری‌های مختلف مادرزادی موجود باشد. به عنوان دوران بارداری یا دوران حاملگی استفاده دوای زوج‌الرحمی سخت ممنوع می‌باشد، نباید استفاده شود. همچنین التهاب پانکراس نیزی به همراه می داشته باشد، یا یکی از عوارض جانبی است که امکانش هست یعنی تشکیل شود. همچنین آسیب شدید کبدی، یعنی امکان ریزی وجود دارد که به کبد یا به جگر آسیب برساند. خب فعلا بیاید درباره هشدارها و نکات احتیاطی ضمن دوای ایزوپروتئینامین صحبت بکنیم. یعنی هنگامی که ما
دوای ایزوتروتاینامین استفاده میکنیم، کدام مطالب و نکات است که باید در ذهن داشته باشیم تا که از ایجاد عوارض جانبی یا اثرات منفی در بدن جلوگیری بکنیم. گفته شده است که می‌دوای ایزوترینامین که زنان باردار یا شیرده ممنوع است، یعنی زنانی که باردار یا حامل هستند یا زنانی که شیرده هستند یا طفل شیرده دارند او نباید این دوا را گفته استفاده بکنند. حتی گفته باید 2 ماه قبل از بارداری قطع شود، یعنی 2 ماه پیش از اینکه یعنی خانم باردار یا حامله میشد باید این دوا قطع شود، چون که اگر یعنی خانم باردار می باشد یا شیرده می باشد دوا را استفاده میکنند باعث آسیب به جنین یا به طفل میشود. در آن در دوره بارداری و در دوره شیردهی استفاده دوای ایزوترینامین سخت منع می باشد، نباید یعنی استفاده شود. گفته قبل از شروع درمان آزمایش خون شامل چربی خون، آزمایش های انزیم های کبدی و تست بارداری باید انجام شود. یعنی قبل از اینکه ما این دوای ایزوتروتینامین را بر مریض تجویز بکنیم باید چند آزمایش و تست را انجام بدیم که وارد آزمایش خون می باشد، شامل آزمایش چربی خون می باشد، انزیم های کبدی و همچنین تست بارداری را ما باید انجام نیز بدیم که یعنی اگر خانم باردار یا حامله می باشد پس نباید این دوا را بر شما توصیه بکنیم. گفته شده است که استفاده از مرطوب کننده و واسلین برای جلوگیری از خشکی لب‌ها ضروری است. مثلا این بر شما پیشتر هم گفتم هنگامی که دوا را استفاده میکنیم ایشون همین خطوات چربی که در پوست وجود دارد خالید از دور کاهش میدهد بنابراین باعث ایجاد خشکی در بدن و خصوص در ناحیه لب‌ها میشود. بنابراین گفته شده است که ما باید هنگامی که دوا را استفاده میکنیم از مرطوب کننده ها یا از واسلین استفاده بکنیم تا که خشکی لب‌ها را دور بسازیم. و گفته شده است که باید از قرار گرفتن طولانی در آفتاب اجتناب کرد و از کریم ضد آفتاب استفاده نمود، چون که ما با شما پیشتر هم گفتم که میتوای ایزوتروتینامین که چون چربی بدن کاهش میدهد بنان بدن پیش از پیش خشک می باشد. بنان گفته شده ما نباید هنگامی که دوا را استفاده میکنیم بر طولانی مدت در معرض شعاع آفتاب قرار بگیریم، چون که بدن ما پیش از پیش خشک می باشد و هنگامی که در معرض شعاع آفتاب قرار بگیریم دگام بدن هم خشک می سازد. برای گفته شده است که ما یا نباید در معرض طولانی مدت شعاع آفتاب قرار بگیریم یا اگر قرار را میگیریم باید از کریم‌های ضد آفتاب استفاده بکنیم. گفته شده است که در طول مصرف دوا انجام اهدای خون ممنوع است، زیرا که خون ممکن است به زن باردار منتقل شود. یعنی هنگامی که یک فرد می دوای ایزوتروتینامین استفاده میکند باید از اهدای خون یا بلاد دونیشن جلوگیری بکند، چون که گفته شده است هنگامی که اهدای خون میکنیم امکانش هست که همین دوا که است به زن باردار نیز منتقل شود که از او طریق و جنین یا به طفل نیز انتقال میکند باعث ایجاد عوارض جانبی یا اثرات منفی در جنین میشود که نباید هنگامی ما این دوا را استفاده میکنیم اهدای خون انجام بدهیم. خب فعلا بیایید درباره تداخلات دارویی یا دوای ایزوتروتینامین صحبت بکنیم. یعنی هنگامی که دوای ایزوتروتینامین ما استفاده میکنیم کدام دواهای دیگه است که نباید رو استفاده بکنیم، چون که اگر این دواها همزمان با هم استفاده شوند باعث ایجاد عکس العمل‌ها در بدن میشوند. گفته شده است که دوای ایزوتروتینامین که با بعضی دواها تداخل دارد که عبارت است. اولش که از ویتامین ای. گفته شده است که اگر ما این دوای ایزوتروتینامین استفاده میکنیم باید دور همراه ویتامین ای استفاده نکنیم، چون باعث ایجاد عکس العمل در بدن میشود. گفته شده است که اگر ما همزمان با ویتامین ای یعنی دوای ایزوتروتینامین استفاده میکنیم این خطر مسمومیت با ویتامین ای را افزایش میدهد، یعنی باعث میشود که بدن ما در اثر ویتامین ای مسمومیت درش ایجاد شود، چون که ما خوانیم که یعنی دوا همین دوای ایزوتروتینامین که از بدن خشک میسازد یا فعالیت خطوات چربی در بدن کاهش میدهد و ویتامین ای که از ویتامین منحل در شحم میباشد. برای هنگامی که شحم در بدن کاهش یافت طبعا که ویتامین ای در بدن جذب نمیشد، هنگامی که جذب نشد تراکم میکند که به خطر مسمومیت با ویتامین ای را افزایش میدهد. برای هنگامی که یک فرد دوای ایزوتروتینامین استفاده میکند نباید ویتامین ای یا مشتقات ویتامین ای را استفاده بکند، چون که باعث ایجاد مسمومیت با ویتامین ای میشود. همچنین تتراسیکلین ها، یعنی هنگامی که ما دوای ایزوتروتینامین استفاده میکنیم نباید تتراسیکلین ها را استفاده بکنیم، چون که گفته ای باعث احتمال افزایش فشار داخل جمجمه می شود. یعنی هنگامی که همراه با دوای ایزوتروتینامین ما تتراسیکلین ها را استفاده میکنیم این باعث از این می شود که فشار داخل جمجمه را افزایش بدهد، باعث ایجاد عوارض جانبی یا صدمه به مغز و سیستم عصبی می شود. همچنین با دواهای ضد سر، ضد افسردگی و ضد انعقاد خون نباید استفاده شود، یعنی دواهایی که ضد سر هستند یا بر ضد افسردگی و پریشانی استفاده می شود. همچنین دواهایی که ضد انعقاد یا ضد لخته شدن خون هستند نباید به وام گفته استفاده بکنیم و اگر استفاده میکنیم باید با احتیاط استفاده شود، چون که باعث احتمال از اینکه یعنی در بدن عکس العمل تشکیل شود خیلی زیاد میباشد. خب فعلا بیایید درباره استفاده دوای ایزوتروتینامین در گروه های خاص صحبت بکنیم. یعنی در قدم نخست بدانیم برای اطفال یا کهنسالان چگونه از طریقه استفاده می دوای ایزوتروتینامین.
گفته شده است که برای اطفال که هستند دوای ایزوترونین معمولا برای سنین بالای 12 سال تجویز می شود. یعنی در اطفال که هست او اطفال کودکان که بالاتر از 12 سال عمر دارند و او ما میتونیم دوا را توصیه بکنیم و بهشون بگیم تجویز کنیم که استفاده بکنن. و در کودکایی که یعنی زیر سن 12 سال می باشند نباید ما دوا را استفاده بکنیم، چون که باعث ایجاد عوارض جانبی یا اثرات منفی در بدن میشه. برای اگر به اطفال ما توصیه میکنیم باید ببینیم که حداقل طفل بالای 12 سال عمر داشته باشه، تا غیر از این نباید دوا را بهش توصیه بکنیم. و اگر در سالمندان ببینیم به سالمندان صورتی دوا را با کدام شرایط ما میتونیم توصیه بکنیم و با احتیاط و دوز پایینتر استفاده میشود. یعنی میگم که دوای ایزوترونین ما بر بزرگسالان و سالمندان توصیه میکنیم این باید با احتیاط ما انجام بدهیم و در دوز پایینتر استفاده میشود، یعنی دوزهای بالایش استفاده نمیکنیم، چون که میدانیم در سالمندان هم که بدنشون ضعیفتر میباشد و قدرت متابولیسم و دفع مواد از بدنشون ضعیفتر میباشد. برای ما باید دوا را دوز پایینتر استفاده بکنیم. و اگر در بیماران کبدی مشاهده بکنیم، یعنی بیمارانی که درشان مشکلات کبدی یا مشکلات مربوطه به جگر وجود دارد، چگونه از پای ما این دوا را استفاده کردن میتونیم یا خیر؟ گفته به طور کلی من مصرف دارد، یعنی هنگامی که مریض به ما میگه که مشکل کبدی داره، یعنی کبد یا جگرش دچار مشکل است، پس ما گفتیم مصرفش من است به صورت کلی، نباید دوا را بهش توصیه بکنیم، چون که متابولیسم این دوا که از در کبد یا در جگر صورت میگیره و در بیماران کبدی چون که پیش از پیش یعنی کبد یا جگرشان دچار مشکل میباشد، پس ما نباید این دوا را بهشان توصیه بکنیم، چون که باعث ایجاد عوارض جانبی یا اثرات منفی میشود. خب فعلا بیایید درباره نگهداری این دوا صحبت بکنیم، یعنی دوا را در کدام شرایط ما باید نگهداری بکنیم تا که بتونیم از این استفاده کردن بتونیم. بیشتر از دوا رو باید خدمات خاصیت دمای کمتر 25 دیگری نگهداری شود، یعنی ما باید دوا رو نگهداری میکنیم باید جای نگهداری شود که حرارت دما آنجا که هست کمتر از 25 درجه سانتیگراد باشد، یعنی ما میگیم درجه حرارت بالاتر از 25 درجه سانتیگراد میرود باید میشود که دوا ترکیب و کیفیت خود از دست بدهد. جای باید نگهداری بکنیم باید درجه حرارت کمتر از 25 درجه سانتیگراد باشد و گفته دور مستقیم و رطوبت باشد، یعنی نباید معرض تماس مستقیم با نور آفتاب و با رطوبت باشد، چون این دو چیز از کیفیت دوا را کاهش میدهد و باعث خراب شدن دوا میشود. همچنین دوا باید دور از دسترس اطفال باشد، یعنی از دسترس اطفال باید دوا را دور نگهداری بکنیم. خب فعلا برای که خلاصه مطلب تا فعلا برای مورد بررسی قرار بدهیم، یعنی بدهیم که ویدیو امروز مالابوری چی بود و ما کدام موضوع مورد بررسی قرار دادیم. مثل شما شروع گفتم ویدیو امروز ما بود دوای ایزوترونین بود. ما گفتیم که دوای ایزوترونین است یکی از مؤثرترین دواهای درمان آکنه‌های جوش‌های شدید و مختلف میباشد. یعنی ما خواهیم که دوای ایزوترونین است یکی از مؤثرترین دواها میباشد که به توسط ما میتونیم برای درمان جوش‌ها استفاده بکنیم، یعنی ما در بدن جوش یا آکنه‌ها تشکیل میشود، پس برای تداوی یا درمان زوم میتونیم از این دوای ایزوترونین استفاده بکنیم. و گفته شده است که آگاهی بیمار از عوارض و روایت دستورالعملها کلید موفقیت درمانی با این دوا است. یعنی هنگامی که ما به مریض یا به بیمار از عوارض یا اثرات منفی دوا بوده آگاه می‌سازیم و بهش خبر می‌دهیم، همچنان گفتم مریض هنگامی که به دستورالعملها یا دستورات دکتر یا پزشک روایت می‌کنند یا مطابق او عمل می‌کنند، این گفته کلید موفقیت درمانی با این دواها میباشد. یعنی هنگامی که ما مریض از عوارض جانبی دوا آگاه بسازیم و همچنان مریض این نکته در نظر داشته باشد که دستورات دکتر رعایت بکنند، پس این کلید موفقیت درمانی با این دواست. یعنی هنگامی که دکتر ما در نظر داشته باشیم پس باعث می‌شود که نتایج مطلوب یا اثرات مثبت از این دوا را به دست بیاریم. و ویدیو امروز ما بود. امید است که ویدیو امروز خوشتان آمده باشد. جو رو سر کار باشید.